اسحار مردمی ما داند با اسرافکاری زیادروی راه ندهند امام خطیب که یگان بدبختی کلانده آمدن نرسیم. این فهمانیدن مردم از جانب شما زیاده روی نکنند اسرافکاری در راه ندهند ذخیره مواد زساله غذایی داشته باشند فکر فرزندان فکر اهل خاندانشان کنند یگان انسان را برای معرکه بزرگ کردگیش عنوان قهرمان ندادند برعکس اینا شما فهمانده نتونده کار در یک جایی کمیته زنها کمیته جوانها اساساً زیاده روی را در بسیار محلا کی میکند با بانوها میکند من تلاشویی را اجازه دادم که گیرید میخواهید سپارید نمیخواهید کاری خودتان لیکن گیرین از همین دایره گیرین میلیون ها سال برده ساده است این از قابلیت تشکیلاتچگی رئیسای شهر نایاب وابستگی دارد چگونه مردم رو قطعی کار میکنیم و سفربر میکنیم این هم جای کاری